دختر از دوست پسرش خواست در یک مهمانی نقش یک ثروتمند بزرگ را بازی کند، بدون اینکه بداند او در واقع یک میلیاردر واقعی است. وقتی پانا مایکل را با آن لباسهای گران قیمت دید، نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت حتی ماشین گرانی هم اجاره کرده. حتی ورودش هم خیلی اغراق‌آمیز بود و او اصلا نمیدانست که این فقط سبک زندگی عادی مایکل است. مایکل از این هویت ساختگی استفاده کرد، نزدیک شد و یک بوسه از پانا دزدید. سر میز شام افراد یک بنیاد از مایکل درخواست کمک مالی کردند و پانا سریع سعی کرد اوضاع را جمع جور کند و گفت امروزه کسی پول نقد همراه ندارد. اما قبل از اینکه حرفش تمام شود، مایکل آرام دفترچه چکش را بیرون آورد. قبل از اینکه پانا بتواند جلویش را بگیرد، او چکی به مبلغ $500,000 نوشت. این موضوع پانا را کاملا شوکه کرد و شروع کرد نگران شود که نکند زیادی جلب توجه کند. وقتی چک تحویل داده شد، پانا فقط توانست با درماندگی آن را بپذیرد. بعد از پایان مهمانی، مایکل دوباره نقش یک آدم فقیر را بازی کرد و با او سوار اتوبوس شد. پانا خیلی هیجان زده بود و میخندید که چطور همه فریب این نمایش را خوردند. در همین حال مایکل با نگاه عاشقانه به او خیره شده بود و در همان لحظه دیگر احساساتش را پنهان نکرد. او با نیت ازدواج به پانا اعتراف کرد و این پیشنهاد ناگهانی پانا را غافلگیر کرد. پانا یک روز زمان خواست تا فکر کند و هر دوی آنها شبی بیخوابی را گذراندند. صبح روز بعد مایکل بالاخره جوابش را گرفت. دوستت دارم. با شنیدن این جمله مایکل از خوشحالی سرشار شد، چون یعنی او را به خاطر خودش دوست دارد. اما درست وقتی می‌خواست هویت واقعیش را فاش کند، پانا اول حرف زد و از آرزویش گفت، اینکه قبل از ازدواج صاحب 3 ماشین شود. این حرف باعث شد مایکل بفهمد غرور او چقدر زیاد است. پس فهمید زمان مناسبی برای گفتن حقیقت نیست. بعد از بازگشت به شرکت، ترتیب داد تا تیمش از طریق یک قرعه‌کشی یک آپارتمان به پانا هدیه بدهند. در همین حال پانا می‌خواست رابطه‌شان را جدی‌تر کند. او تمام جواهراتش را فروخت و اولین ماشین زندگیش را خرید. او با امید زیاد آینده‌شان را با دقت برنامه‌ریزی می‌کرد تا اینکه فهمید برنده آن آپارتمان شده است. پانا بلافاصله این خبر را با مایکل در میان گذاشت. حتی یک مراسم کوچک برای ورود به خانه جدید آماده کرد. آنها با هم وارد خانه شدند و رد پای‌هایشان را کنار هم به جا گذاشتند. پانا درباره زندگی آینده‌شان در آن خانه رویاپردازی می‌کرد، هر حالی که مایکل مجبور شد برای سفر کاری به خارج از کشور برود. او دروغ گفت که برای فروش زمین و پرداخت هزینه درمان مادرش به خانه می‌برگردد و پانا با نگرانی و دلتنگی او را بدرقه کرد. قبل از رفتن پانا از او خواست همدیگر را ببینند. او یک بسته پول نقد به مایکل داد که او را شوکه کرد. پانا توضیح داد که ماشین را خریده و طوری رفتار کرد که انگار موضوع مهمی نیست تا او احساس فشار نکند. دیدن این رفتار مایکل را دقیقاً تحت تاثیر قرار داد. پس واقعاً کسی وجود دارد که حاضر است همه چیزش را برای تو بدهد و شاید عشق یعنی کنار هم ماندن و محافظت از هم و اینکه این عشق ادامه پیدا کند و تا آخر باقی